اگه بخوای این میز ترولی تاشو چند کاره خیلی کاربردی رو از بیرون تهیه کنی باید بالای 3-4 میلیون هزینه کنی، ولی من بهت یاد میدم چطوری فقط با 300,000 تومان همچین میز کاربردی رو برای خودت درست کنی. ابعاد چوبا رو کامل توی کپشن توضیح دادم. برای درست کردن سینی دیوارهاش رو اول با چسب 1 2 3 بعد هم با میخای کوچیک کاملا محکمش میکنیم. من سینی رو با رنگ اکریلیک رنگ کردم تا کاملا سفید بشه. بعد هم برای درست کردن پایه‌اش نیاز داریم به 4 تا چوب که 2 تا 2 تا روی هم میذاریم و وسطش رو سوراخ میکنیم، با پیچ و مهره به هم دیگه وصل میکنیم. 4 تا قلاب عصایی هم نیاز داریم که قسمت‌های بالایی پایه باید وصل کنیم و زنجیر رو داخلشون میندازیم. برای چسبوندن این 2 تا پایه نیاز داریم به 2 تا چوب که 2 تا پایه ها رو به همدیگه وصل میکنیم و در آخر با پیچ حتما باید به هم متصل کنید. نتیجهش هم شد این میز چند کاره خیلی جذاب.